درود، خیلی خوش آمدید به ویدیوی امروز. اومدیم نصف شب دوباره ساعت 5:39 شب، همون 5:40 اومدیم بریم ماینکرافت هاردکور. یه سری کار کردم، یکم دایمن پیدا کردم. نه اوبیس میتونه ضبط کنه، خودم ضبطش نکردم دیگه. 39 تا دایمن، 30 تا دایمن کلا و یکم آهن. بریم سراغ ویدیو. لیتس گل. من کاری که کردم این بوده که اول این من هم 3 صفحه میگم اول اوشن مانیمنت، ولی اوشن مانیمنت نیست متاسفانه. خب حالا کاری که کردم صفحه اون رو بهتون نشون ندم. اون رو بلور میکنم تو ادیت. وای نرفت توی خونه. من اینجا رو دیگه معلوم شد دیگه فکر کنم. اینجا رو به عنوان خونه خودم قبول کردم و خودم یک سری دایمند جمع کردم که 3-4 تا دایمند و 12 تا آهن بود که با آهن‌ها یه دونه کلنگ درست کردم. حالا تو این ویدیو هدف اونه یه دونه چیز درست کنیم جا واسه ویلیجرها. اینجا هم من درست کردم که طبقه بالای خونمون بزرگ باشه که راحت بارا هم چیز وسیله مسیرامو بذارم بالا. حالا جایی که بخوام واسه ویلیجرها درست کنم، خب جای خیلی معمولی فرق نمیکنه با چوب درست کنم براشون که استفاده کنم. بریم درست کنم دیگه. تایم لپس. خب بچه‌ها تا اینجا رو درست کردیم. من برم فنسم بیارم که جو فنسم بذاریم که فنس استفاده کنیم دیگه. فنس که ویلیجرها نتونم بیان اینور. فکر کنم یک کم فنس دارم. 15 تا نمیم کافیه یا نه برم که رفت تیبل رو میبرم. بریم بیرون. فنس اوکی بود. بریم واسه خدافزی. خب بچه ها امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. توی پارت بعدی تایم لپس بردن ویلیجرها رو میذارم، یعنی من الان میرم ویلیجرها رو میبرم به چیزشون، در واقع اون خونه که الان براشون ساختیم. و تو پارت بعدی احتمالا بخوایم بریم یه دور اطرافمون رو یه دوری بخوریم و آره دیگه بریم دور بخوریم، بریم چیا توی دور اطرافمون وجود داره. پس حتما یادتون نره لایک کنید، کامنت بذارید و لایک کنید. آره و تا ویدیوی بعدی بدرود.